class in freestyle wrestling at Rio 2016. حسن یزدانی دلاور مازندرانی تیممون که آقای رضا لایق و آقای رسول خادم برو و این هم کشتیر دوبنده قرمز و آقای زامبلا تدیوف مربی که سالیان سال در کنار تیم روسیه بود و مدال خوش‌سنگ گرفت و این هم گوینده سالان اعلام میکنه مبارزه وزن حسن یزدانی و انور گادیوف رو. رضا لایق هم در کنار کشتیر خودش قرار گرفته. گوینده سالان اعلام میکنه که بیان به وسط تشک چهره حسن یزدانی یل جویبار مشاهده میکنید. مصمم میاد و این هم انور گادیوف که در مسابقات انتخابی موفق شد دنیس سارگوشی شکست بده و پیران تیمیلی رو به تنگ کنه. در سال 2013 در مسابقات قهرمان اروپا قهرمان شد، 2014 قهرمان اروپا شد، 2015 سوم شد در لاس وگاس به جردن بروز باخت، اما جردن بروز رو اینجا شکست داد و به فینال راه پیدا کرد. این چهره انور گادیوف هست و در طرف دیگه کشتیر کشورمون اینجا سبکبال یل جویبار میاد به وسط تشک. چقدر با روحیه وارد تشک میشه. با توی داور وسط کار آغاز میشه. با توی داور وسط ثانیه اول بعد حسن یزدانی دلاور از خطه پهلوان خیز مازندران در تلاش است اینکه بتونه شرایط رو برای زیرگیری خودش مهیا کنه. یک یورش از حسن یزدانی که از سال گذشته قهرمان جهان شده، قهرمان جهان شده، حالا با تجربه‌ای که کسب کرده از میادین جهانی میاد تا یک روس کشتی بلد شکست بده. در سرشاخ مهار میکنه دستان حسن یزدانی. حسن یزدانی دستاش هنرمندانه کار میکنه، میره برای پیشانداز از پهلو به سبک بوبر ساکیوف دور میزنه که خاک کنه حسن یزدانی. حسن یزدانی تا این لحظه تسلیم نشده، رفته میره به پشت حسن یزدانی و خاک میکنه و 2 امتیاز میگیره از حسن یزدانی. 2 امتیاز میگیره و داور وسط کشتی رو سرپا میده. و ببینیم که در وسط تشک داور وسط خب از پزشک مسابقات میخواد تا اینکه بیاد او رو مداوا کنه. همین مسئله مهمیه، چرا که تا که بیاد کشتی به دست حسن یزدانی بیفته بره سمت دکتر، کشتی اصلا سرد میشه. کشتیگیر ما یعنی باید موتور رو روشن کنه، حملات پیدربش انجام بده. البته خب حالا اونم آسیب دیده، عمدی هم در کارش نیست، اما دچار خونریزی جزئی میشه. پزشک مسابقات رو مداوا میکنه، دوباره برمیگرده به نزد پزشک مسابقات. از این بار دیگه داور نگفت. حالا ببینیم که چه مسئله‌ای هست که رفته نزد داور. هنوز اجازه نداده. ببینیم که تشک رو باید تمیز کنن و بعد از اون کشتی آغاز بشه. 2-0 45 ثانیه از وقت کشتی سپری شده. بدن خب قسمتی خیس شده رو داور میگه کاملا خوش کنن. ما از سال 2016 که علیرضا دبیر کشتی کشورمون در سیدنی موفق شد مدال طلا بگیره، در اونجا تریبرانز رو برد، بعد از اون بوسلوویچ برد، سیسووری رو شکست داد و مدال طلا گرفت. کشتی آزاد ما نتونسته مدال طلا بگیره. مدال گرفتیم اما طلا نگرفتیم و مدال طلا در المپیک بسیار با ارزشه. امیدوار هستیم که بتونه حسن یزدانی دلاور کشورمون انور گادیوف شکست بده و بتونه مدال طلا رو بگیره. یک بار دیگه زیرگیری میکنه انور گادیوف، یا زیرگیری از انور گادیوف و خاک میکنه حسن یزدانی و 2 امتیاز دیگه میگیره. به دنبال جفن بارانداز هست. حسن یزدانی قرص و محکم نشسته و اجازه کار به اون نمیده، میره برای بارانداز از سمت چپ. حسن یزدانی دستاش ستون کرده، داور میتونه سرپا بده. داور وسط طرف کشتی رو سرپا میده. نتیجه کشتی 4-0 به نفع انور گادیوف. پرتوان و تکنیکی و انتخاب تاکتیک مناسبی برای مبارزه با حسن یزدانی آقای زامبلا تدیوف در نظر گرفته. تا این لحظه حسن یزدانی نتونست توانمندی‌های خودش رو ارائه بده. باز هم سرگردان رو مهار کرده تا اینکه دستان حسن یزدانی ما رو از کار بندازه.
اجازه نمیده حسن یزدانی دستاشو بندازه زیر کتف او و کار کنه. خود روسا در کار کردن دستا تبحر دارن. حسن یزدانی یورش میبره تا اینکه بتونه او را توچک خارج کنه. ببینیم که میتونه. باز هم دو دست در اختیار گرفته. تقاضا اخطار میشه برای دو بنده آبی، اما حسن یزدانی که واقعا داره کار میکنه. حسن یزدانی که داره کار میکنه. قاضی تایید نمیکنه اخطار داور وسط رو. یک لحظه تا دو حریف رو به هم زد، اما قبل از اون دیگه داور سود زده بود. باز هم میره نزد پزشک، اصلا کشتی رو سرد میکنه. البته عمدی هم ابروش پاره شده. شاید شانسش باشه این کشتی تا که بخواد گرم بشه کشتیگیر ما. دوباره میره یک 2 دقیقه استراحت، 1 دقیقه کشتی میگیره، 2 دقیقه استراحت میکنه. و این حسن یزدانی ما که وقتی موتور روشن میکنه حریف رو گیج و سردرگم میکنه رو خنثی میکنه و این کاملا به ضرر کشتیگیر ما هست. البته ابروش پاره شده. باید هم وقتی خونریزی میشه برو مداوا کنن پزشکان، اما مقررات بایستی یه زمانی رو بذاره. در مقررات کشتی اگر پزشک باشه زمان دیگه نامحدوده، یعنی هر چقدر بخواد میتونه، هر چند بار میخواد بتونه. اما در اعتقاد من در گذشته این چنین بود که مثلا وقتی که دچار مشکلی میشد مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه 2 دقیقه میتونست استراحت پزشکی کنه. اگر دیگه نمیتونست بعد خب با کشتی رو بازنده میشد. حالا ببینیم چقدر 1 دقیقه و 48 ثانیه کشتی شده، حدود 5 دقیقه استراحت. و این نقض اشکالش در مقررات اتحادیه جهانی کشتی. امیدوار هستیم که این مسئله رو هم حل کنن و مقررات رو مدرن کنن. نمیشه که 2 دقیقه کشتی بگیرن 5 دقیقه استراحت کنن، دوباره باز 1 دقیقه کشتی بگیرن باز 3 دقیقه بره استراحت کنه. واقعا این اشکال هست به اعتقاد من. باید مثل گذشته که در حدود 20 سال پیش زمان داشت و مداوای کشتیگیر مصدوم زمان داشت. اگه مصدومیت شدید هست که خیلی باید مداوا بشه دیگه کشتیگیر برنده میشد، چون سرد میشه، اصلا کشتی سرد میشه، بیننده سرد میشه، همه کشتیگیر که میخواد تهاجم کنه سرد میشه. اصلا امیدوارم که دیگه این آخرین باری باشه که استراحت پزشکی بکنه آقای انور گودیوف. حسن یزدانی در وسط تشک منتظر حریف است. یله جویبار منتظر حریفش است. باور کنید اگر اینجوری استراحت نمی‌کرد و موتور رو اصلا روشن می‌کرد میتونست رو با حملات پی در پی گیج و سردرگم کنه و از چپ و راست حمله کنه. باز دوباره باید بیاد و حالا ببینیم که انشالله که این دفعه دیگه این حالا آقای بابک شادگان پزشک ایرانی که عضو اتحادیه جهانی کشتی هست دیگه کاملا سر رو محکم بانداش کرده که دیگه این بار بتونه تا آخر کشتی بگیره. 2 کشتیگیر بتونن کشتی بگیرن. تماشاگران ایرانی تشویق میکنن حسن یزدانی رو. به سود خودش میدمه. 4 امتیاز عقب پس. حالا دستاش دیدی که تعریف کار میکنه. حسن یزدانی قوس میکنه تا دور رو به هم میزنه. یه لحظه تا دور رو به هم زد و میرفت اینکه زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره. یک بار دیگه حسن یزدانی دست چپ و زیر کتف راست میندازه، اما میبینیم که دستو عوض میکنه. کشتیگیر انور گودیوف دست عوض میکنه و از همونجا قوس میکنه. دستی که باید بره دستو داخل کتف میذاره و کار کردن روی این مسئله. در این حال دستان حسن یزدانی کشتیگیر کشورمون به خوبی کار میکنه، قوس میکنه تا اینکه بتونه رکبی رو به اجرا بذاره. از طرفی که برای زیرگیری اقدام میکنه. گودیوف ایز کار به اون نمیده. میتونن اخطار بدن. خب باز هم قرار باشه بره. خدمتتون عرض کردم واقعا این نقص مقرراته، اشکال مقرراته. چقدر دیگه باید یک کشتیگیر بتونه استراحت کنه؟ این واقعا یه نقصه. باید مقرراتشون اصلاح کنن. واقعا دیگه کشتی نیستی که قرار باشه بیاد 1 دقیقه کشتی کمتر از 1 دقیقه بیاد کشتی بگیره، 40 ثانیه کشتی بگیره، 3 دقیقه استراحت، دوباره 20 ثانیه کشتی بگیره، 5 دقیقه استراحت. یعنی دیگه اصلا واقعا اون زیبایی کشتی از بین میره. حالا بحث برد و باخت ما هم نیست و باید زمان برای مداوات در نظر گرفته بشه. اگر در گذشته بود، اگر مثلا 2 دقیقه نمیتونستن مداوا کنی یا 3 دقیقه بود، از 5 دقیقه بود تا 2 دقیقه متفاوت. اما اون بحث هم که قرار باشه که کشتیگیری که آسیب میبینه اینجوری بی‌نهایت بخواد استراحت بکنه، خب که وقتی که کشتی اینقدر آسیب دیده هست باید کشتی رو واگذار کنه. اصلا کشتی
اصلا کشتی از دست حسن یزدانی ما خارج شده. تا که میاد تمرکز کنه، تا که میاد حمله کنه، تا که میاد تمرکز حریف رو به هم بزنه و حملات خودشو به اجرا بذاره، میره 3 دقیقه استراحت میکنه این کشتیگیر. آقای دکتر شادگان، خب این دیگه وقتی کشتیگیر اینقدر مصدومه، حالا اعتراض میکنن تماشاگران ایرانی، اعتراض میکنن تماشاگران برزیلی هم اعتراض میکنن. اصلا واقعا این فینال نشد، این زیبایی مسابقه رو واقعا خنثی میکنه. در همچنان وقتی که مقررات اشکال داشته باشه، اونها میتونن به این نحو استفاده بکنن از مقررات غلط و به این شکل 2 دقیقه و 30 ثانیه کشتی، 10 دقیقه استراحت پزشکی. حالا دوباره تشویق میکنن حسن یزدانی ما رو، می‌دونستیم که این بار بتونه فرون خودشو به اجرا بذاره. حالا باید بیان تشک رو دوباره خوش کنن. خب داور دیگه میگه که رئیسشم میگه نه، کشتی رو ادامه بدن، خیلی وقت به ایجاد شده. حالا برای زیرگیری اقدام میکنه گودیاف، ناموفقه. یک بار دیگه زیرگیری از گودیاف، از مچ پا صدر زیرگیری کنه. حسن یزدانی از کار به اون نمیده، مچ پا رو مال خود میکنه، بالا میره و سعی میکنه که خاک کنه حسن یزدانی. حسن یزدانی خاک نشده تا این از رفته میتونه که بره به پشت حسن یزدانی و ششمین 2 امتیاز رو بگیره و کشتی 6 بر 0 بشه. اینجا موفق میشه خاک کنه حسن یزدانی ما رو و 6 بر 0 میکنه کشتی رو. 6 بر 0 وقت اول به اتمام میرسه. باید برن برای 30 ثانیه استراحت نزد مربیان خودشون. برای 30 ثانیه استراحت باید برن نزد مربیان خودشون. باز هم دچار خونریزی شده صورتش و باید پزشک بیاد او رو در این فاصله هم مداوا کنه. که تا با هم میبینیم به این شکل موفق میشه خاک کنه انور گودیاف حسن یزدانی رو. ندای ایران، ایران، تماشاگران پرشور. حسن یزدانی که از امیدهای مدال طلای ما و او رو تر خوش میکنن مربیان روس و در طرفی هم آقای رضا لایق و آقای رسول خادم صحبت میکنن و نکات لازم میگن. ابروش شکافته شده، مرتب دچار خونریزی میشه. آخرین نکات به حسن یزدانی، دلاور مازندرانی ما، یعنی جوبار میاد به وسط تشک. باور کنید اگه کشتی در حالت طبیعی بود اینجوری امتیاز نمیداد، سرد میشه، دیگه حمله میکنه 2 امتیاز میگیره. اصلا کشتی در حالت روال طبیعی خودش خارج شد. وقت دوم و مبارزه دوم آغاز میشه. میدونم که این بار دیگه یه 3 دقیقه کشتی بگیره این کشتیگیر و کشتیگیر ما هم 3 دقیقه کشتی بگیره، ببینیم کی برتره، کی میدونه در حالت طبیعی کشتیشو پیروز بشه. دستانش کار میکنه حسن یزدانی و سعی میکنه که شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. یا زیرگیری از حسن یزدانی، زیر خم اصلا اونجا سر بلند شه، یک خم تبدیل به 2 خم و سعی میکنه خاک کنه. یه حریف قد خاک میکنه حریف خودشو، میره برای جفن برانداز. خدمتتون عرض کردم اگر حالت طبیعی داشته باشه حسن دلاور میتونه این کشتی رو شکست بده. بدون برای فن برانداز از سمت چپ و راست که تا وسط کشتی رو سرپا میده. 3 دقیقه و 36 ثانیه، 3 دقیقه و 36 ثانیه از وقت کشتی سپری شده. باز هم میره نزد پزشک. دیگه اصلا این کشتی نشد، دیگه این همه کشتی دیدیم. باور کنیم اینجوری کشتی ما تماشا نکرده بودیم به این شکل اینقدر. دیگه واقعا مقررات باید اصلاح بشه. باید آقای رسول خادم حالا اعتراض میکنه و درست هم از اعتراضش و این که کشتی واقعا نشد. این چه کشتی است؟ واقعا کشتی نشد. 1 2 30 ثانیه کشتی میگیره، دوباره میره 3 دقیقه استراحت. اصلا واقعا بیا جز حالا بحث برد و باخت کشتیگیر خودمون نیست، حالا یک کشتیگیر دیگه هم که باشه اینجوری واقعا فینال نیستیم. زیبایی ورزش و اون ورزش رو زیر سوال میاره. حالا آقای دکتر بابک شادگان میاد صحبت میکنه، میگه نمیتونه کشتی بگیره. آقای شادگان میاد با رئیس تشک کشتی میگیره، صحبت میکنه. پزشک اتحادیه جهانی کشتی، پزشک میتونه نظر میده که نمیتونه کشتی بگیره. حالا خب دیگه روسا نفوذ دارن، اگر کشتی دیگه بود بله آقای دکتر اتحادیه جهانی کشتی میاد میگه که مشاهده میفرمایید به رئیس تشک میگه نمیتونه این کشتی بگیره و درست هم است. 3 دقیقه و 36 ثانیه کشتی، 15 دقیقه استراحت پزشکی. کجای دنیا اینجوری است؟ کدام ورزش اینجوری هست
اصلا امکان نداره. این اصلا روال به هم خورده. حالا آقای دکتر بابک شادگان که همیشه تلاش کرده و اون سعی کرده حق ایرانی ضایع نشه، میاد به ریسوشن که میگم ریسو قبول نمیکنه دیگه. در این حال روسا در اتحادیه جهانی کشتی نفوذ بسیار زیادی دارن. حالا جدا از بحث روس و ایران و کشتی ما، باور کنید نمیشه که این همه اصلا نمیدونیم چی بگیم دیگه، چجوری گزارش کنیم و حسن یزدانی چجوری کشتی بگیره، چجوری اون کشتی بگیره. 36 ثانیه کشتی، 5 دقیقه استراحت پزشکی. آقای دکتر بابک شادگان به درستی اومد نظر خودشو داد، گفت ایشون نمیتونه کشتی بگیره. اگر میتونست که دوباره میره به وسط تشک. امیدوارم هستیم 2 دقیقه و 24 ثانیه رو دیگه کشتی بگیره، مشخص بشه بابا کی بهتره کی قوی تره. حالا قوس میکنه علی به خودش. حسن یزدانی یک بار دیگه قوس میکنه علی به خودش، در تلاش تو این که بتونه حریف خودشو از اون امتیاز بگیره. انبرگادیوف دفاع میکنه، یک بار دیگه رو خاک میکنه، 2 امتیاز دیگه میگیره، 2 امتیاز دیگه میره برای بارانداز، یه بارانداز نه نمیتونه بارانداز به اجرا بذاره. حسن حالا بلند میشه از جای خودش، سعی میکنه که خاک کنه حریف خودشو. یک بار دیگه در تلاش هست این که بتونه خاک کنه حریفو. مچپا رو در اختیار گرفته، داور میتونه 2 کشتی رو اصلا دیگه جدا کنه. حالا دور میزنه، خاک کنه، خاک 2 امتیاز، هنوز خاک نکرده، هنوز مچپاش در اختیار انبرگادیوفه. حسن یزدانی این بار خاک میکنه حریف خودشو، خاک میکنه و داور نظرش اینه که ببینیم که 2 امتیاز رو باید بده داور وسط، چرا که حالت عوض شد. اما داور وسط نظرش اینه که ادامه همون کار بوده، داور وسط نظرش اینه ادامه همون کار بوده. 4 بر 6 یک بار دیگه 1-2 امتیاز دیگه بگیره، امتیاز آخر رو گرفته کشتیگیر ما، برنده خواهد شد. قوس میکنه حریف خودش، انبرگادیوف قوس میکنه، میره که یک بار دیگه سعی میکنه که زیرگیری کنه. حسن یزدانی برای زیرگیری اقدام میکنه، خیمه سنگین از انبرگادیوف، کشتی رو نگه میداره انبرگادیوف و سعی میکنه به همین شکل نگه داره. داور میتونه جدا کنه 2 کشتیگیر رو، در حالت سکون وقتی باشه، مغز داشته باشه باید جدا کنه. داور میگه کار کنن و حالا سرپا میده با تأخیر. 4 دقیقه و 51 ثانیه از وقت کشتی سپری شده، 1 دقیقه و 9 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. باور کنید حسن یزدانی ما بهتر از این کشتیگیر. قوس میکنه حریف خودش رو، تکون میده، پس سعی میکنه تا دور رو به هم بزنه. گادیوف دفاع مطلق میکنه، اختیارم که در کار نیست هستن، همچنان برای زیرگیری از مچ پا اقدام میکنه حسن یزدانی. ندای ایران تماشاگران پرشورمون انرژی مثبت میده به حسن یزدانی. یک بار دیگه سعی میکنه زیرگیری کنه انبرگادیوف، فقط نشون میده که میخواد زیرگیری کنه. حسن یزدانی دستاش زیر کتفان حریف خودش کار میکنه که زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره، به پا برسه خاک میکنه. 2 امتیاز بگیره برنده خواهد شد. از سمت چپ بیر بر زیرگیری، یا زیرگیری از حسن یزدانی، یا زیرگیری خیمه سنگین از انبرگادیوف. حالا باید بلند شه، یک خم تبدیل کنه به 2 خم، باید مواظب بشه کندش بالا نیاد، تبدیل میکنه به 2 خم، رفته حالا اونها اعتراض میکنن بی جهت، میخواد کشتی رو نگه دارن روس‌ها. حالا میره برای اجرا فن عقربک، صدر روی کندکشی حریف خودش عقربک کنه 2 امتیاز بگیره برنده خواهد شد. بعد 10 ثانیه از وقت باقی مونده، میتونه که خاک کنه حریف خودش. 2 امتیاز برنده میشه، 2 امتیاز کشتیگیر ما برنده هست. 6 بر 6 مساوی میشه، 2 امتیاز داور وسط داد، مثل اینکه میخوان ندن 2 امتیاز. بله 6 بر 6 برابر برنده کشتیگیر ماست. حالا آقای زامبلاتودیوف نمیدونم به چه چیزی میخواد اعتراض کنه، اعتراض قبول نمیشه. 3 ثانیه برنده کشتیگیر ماست، امتیاز آخر رو گرفته. 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام میشه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. واقعا دلاوری کرد، بزرگی کرد حسن یزدانی. خدا بهت عزت بده نازنین پهلوان. پرقدرت ایران، دلاور ایران، زنده باد ایران، زنده و جاوید باد ایران. آفرین به غیرت این دلاور، غیرت ایرانی، تعصب ایران، تکنیک ناب ایرانی. همه به همه جمع شد و موفق شد. انبرگادیوف و زامبلاتودیوف همه به همه داور و همه رو مغلوب کرد. این دلاوری کرد. خدا رو شکر میکنیم، تبریک میگیم به هموطنان عزیزمون. مدال طلای حسن یزدانی رو به هموطنان عزیزمون، به مازندرانی های کشتی دوست، به
جوباری ها که قلبشون برای کشتی میتپه. میدونم همین الان دیگه جوباری ها میان به وسط خیابان و شادمانی میکنن. جوبار که 40,000 جمعیت داره، 3 تا یار داره در المپیک. آقای لایق میاد با دستشو بالا کنه، بعد پرچم بیاره. آقای رضا لایق باید بره و دستشو بالا کنه. روسا مات و مدبور موندن، مات موندن. حالا میاد انور گودیاف، حسن یزدانی حقش مدال طلا بود، حقش مدال طلا بود. داور دستور بردن فرد پیروز بالا میبره، داور دستور بردن فرد پیروز بالا میبره. پرقدرت ایران، دلاور ایران، ماندگار ایران، زنده و جاوید ایران. So a 6-all scoreline, but the Iranian gets it on the countback. The 6th gold medal that Iran have won in freestyle wrestling in Olympic history. And you'd be hard pressed to find one more dramatic than that.